خب تصویر رو دارین؟ تصویر بله کامل اومدش. میگه f هم یه تابع ثابت هستش که این رابطه بینشون برقراره fm به اضافه fn مساوی با fm ضرب در fn که از اینجا گفتیم c به اضافه c مساوی با c ضرب در c میشه. پس 2c مساوی با c2 هستش. اینجا رو گفتیم حتما درجه 2 برید، یعنی اینطوری نزنید c ها رو. یه c صفر بهتون میده، یه c 2 بهتون میده. خب حالا اگه با c صفر بریم جلو، ببین ادامه سوال گفته دو تا زوج مرتبی که اینجا داری روی نیمساز ناحیه اول و سومه، یعنی ثابت همانی رو میکس کرده. قسمت اولش راجع به ثابت صحبت کرده، قسمت دومش راجع به همانی صحبت کرده، یعنی اینا همانی هستن. هرچی بدم همونو میده، یعنی 2n2 منهای 7n به اضافه 1 رو باید با منفی fm یا همون تابع ثابت هم برابر قرار بدم که اگه اینو صفر قرار بدی انگاری میشه 2n2 منهای 7n به اضافه 1 مساوی با صفر. یه nی بهتون میده که n غیر طبیعی هستش. ما دنبال m و n طبیعی هستیم دیگه، پس صفرش غیر قابل قبوله. c مساوی با 2 قابل قبوله، یعنی fx مساوی با 0 قابل قبول نیست. fx هم تابع ثابت 2 هستش. وقتی تابع ثابت 2 هستش، میام یه بار دیگه این زوج مرتبی که بهم داده رو اینجا بخوام بازنویسی کنم، ببین میشه 2n2. حالا بذارید بنویسم. میشه m2 منهای 4m به اضافه 6 مساوی با n مساوی که نه n در fn. این زوج مرتب اولم. زوج مرتب دومم 2n2 منهای 7n به اضافه 1 مساوی با منفی fm هستش. خب حالا چون همانی هستش تیکه اولم با تیکه دوم، مؤلفه اولم با مؤلفه دوم یکسانه. ببینید شما اگه بیاید با اینجا کار رو شروع کنید، یعنی با این زوج مرتب کار رو شروع کنید، خب اینو ندارید دیگه. وقتی اینو ندارید پس امو چجوری به دست بیارید؟ میام از این ور استفاده میکنم، یعنی میگم fm رو دارم دیگه، fm رو دارم، fm 2 هستش، منفی fm میشه منفی 2. پس میگم 2n2 منهای 7n به اضافه 1 مساوی با منفی 2. مرتبش میکنم 2n2 منهای 7n منفی 2 بیاد اینور با 1 به اضافه 2 در میاد مثبت 3 مساوی با 0. میشه n2 منهای 7n 2 تا میشه 6 تا مساوی با 0. ریشه هاش رو حساب کنم 1 و 6 میشه 6 1 6 تا 6 با 1 میشه 7. یه تقسیم بر 2 هم بزنم، تقسیم بر 2 بزنم میشه 3. من دنبال m و n چی هستم؟ دنبال m و n طبیعی هستم. ببین m و n هم باید طبیعی باشه، پس اینجا n 1/2 غیر قابل قبوله و این مساوی با 3 جواب درستم هستش. خب اینو به دست آوردم 3. حالا که n رو 3 به دست آوردم، بریم سراغ m، بریم m رو حساب کنیم. پس n هم در اومد 3. بریم m رو حساب کنیم. برای اینکه m رو حساب کنیم از این زوج مرتب استفاده کنیم. میشه m2 منهای 4m به اضافه 6 مساوی با n هم که شد 3. fn هم چند شد؟ fn هم شد 2 دیگه، 2 شد. 2 تا میشه 6 تا. m2 منهای 4m به اضافه 6 با 6 برابره. ببین من این 6 رو میتونم از طرفین بزنم، مشکل ایجاد نمیشه. m2 منهای 4m مساوی با 0. یه m فاکتور بگیرم میشه m منهای 4 مساوی با 0. پس m هم 0 هستش، m هم 4 هستش. بازم گفته m و n طبیعی باشه، پس 0 غیر قابل، 4 قابل قبوله، 0 قابل قبول نیست. حالا گفته چی رو به دست بیار؟ این همه راه رفتیم ببینیم چی رو از ما میخواد. از ما اینو میخواد. جزء صحیح m ضرب در n تقسیم بر 5. حالا جزء صحیح رو قراره بخونیم ولی خب دیگه حالا سوالش مرتبط به این قسمت بود من براتون آوردم. جزء صحیح رو میخوایم بخونیم. جزء صحیح میگه به پایین روندش کن، به پایین گردش کن عدد رو. الان m ضرب در m چند میشه؟ میشه 4 ضرب در 3 تقسیم بر 5. 4 ضرب در 3 میشه 12. 12 رو تقسیم بر 5 کنم به صورت عدد مخلوط بنویسم چی در میاد؟ ببین میشه 2 5 تا 10 تا
یه 2 هم میمونه، انگاری 2 خورده‌ایه. 2 خورده‌ایه. قانون براکت توی یا جزء صحیح توی اعداد مثبت این هستش که شما بیاین قسمت خورده‌ایشو در نظر نگیر، قسمت اشایشو در نظر نگیر. میگه 2 خورده‌ایه دیگه، 2 خورده‌ایه، دوشو در نظر میگیرم. حالا راجع به جزء صحیح مفصل میخوایم صحبت کنیم، ولی فعلا تا همین حد بدونید وقتی 2 خورده‌ای شد، 3 خورده‌ای شد، 4 خورده‌ای شد، یه عدد مثبتی شد که خورده‌ای داشت، ما خورده‌ایش رو میریزیم دور، اون عدد صحیحش رو انتخاب میکنیم. پس گزینه 3 درسته، جوابمون میشه 2. حله؟ بله درسته. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی هم مشابه همین هستش. ببین کنکور 402 سخت‌ترین کنکوری بود که تا حالا کنکور انسانی به خودش دیده ها. یعنی مثلا سوال به قولی ثابت همانیش به این صورت بوده. خارجش هم شبیه به همینه. خارجش هم شبیه به همینه. فقط اونجا مثلا سی رو هیچ شرطی براش نذاشته بود. اینجا اومده کار رو حتی راحت ترم کرده. برای تابع F برای کا هم اومده مقدارش رو گفته که کا هم عضو این باشه. برای کا هم شرایط تعیین کرده. خب بریم اینو حل من یه کنیم. سوال داشتم. بفرمایید. کنکور اول داخل برگزار میشه یا خارج؟ حالا اینکه دقیق بخوام بگم اینو دقیق نمیدونم، باید بپرسم بگم بهتون. چون من تو تمام درس‌ها چه احتمالاً ریاضی چه داخل درس‌های باشه. دیگه ما هر سوالی که تو داخل داریم تو خارج هم عینش اومده، یعنی از همون بودجه بندی با همون ملک به قول معروف فقط یک تغییرات جزئی داره. آره دقیقا همینطوره. یعنی حتی مثلا حالا جواب کنکور نزدیک‌تر این جوابه. آره اول داخل برگزار میشه. اول داخل برگزار میشه بعد خارج برگزار. ولی فکر نکنم تفاوتش مثلا در حدی باشه که ما بتونیم بریم مثلا سوال داخل رو ببینیم که چجوری هستش، بعد حالا ببینیم سوال این اختلافش خیلی زمان خیلی کمی هستش. ولی اول داخل رو برگزار میکنن، چون اومده انگاری اینجا اصلاح کرده دیگه. اونجا مثلا حواسش نبوده که برای کا هم برای اون عدد ثابت هم شرایط بذاره، ولی اینجا اومده اونو اصلاح کرده. اینم از شانس بد منه. حالا کنکور اردیبهشت و خرداد هم اردیبهشت و تیر هم خیلی شبیه به هم میشه. یعنی باید هم اینطوری باشه دیگه، چون میخوان تراس حساب کنن. حالا شما اگه هدفتون کنکور اردیبهشت باشه که هیچی، ولی اگه هدفتون کنکور تیر باشه خیلی از سوالهای اردیبهشت میتونیم استفاده کنیم. من جفتش رو میدم، هر کدوم تراس بهتری بده همون انتخاب میشه دیگه. یه هدفتون فرهنگیان هستش یا رشته های دیگه؟ نه اصلا فرنگیان علاقه نداره. علاقه نداره. خب کنکور اردیبهشت که خیلی اونطوری که میگن تراسای بهتری میده، چون اکثر بچه ها آزمایشی میرن شرکت میکنن. تراز خیلی خوبی میده. انشالله که همون اردیبهشت بتونید یه نتیجه خوب بگیرید. خب سوال 137 رو من انجام بدم. بفهمی شما انجام بدید. گفته که M, N و K جفته همشون جزء اعداد صحیحه. خب تابم که گفته ثابته، پس سمت چپ مساوی یعنی f k x مساوی میذاریم با c. از اون سمت f x هم مساویه با c. خب اینجا گیر افتادم. k به توان 2 منهای 3 رو چجوری باید حساب کرد؟ خب ببین c مساوی با معادله درجه 2 ساده است، یعنی k به توان 2 مساوی میشه با 3 و اینجا باید جذر بگیریم، درسته؟ ضرب در سی. خب این باید چی باشه؟ ببین این ورم سیه این ورم سیه، یه این کادو منهای سه چی باید باشه که این سیه با این سیه یکسان بشه؟ این ضریبش باید چی باشه؟ ضریب سیه باید یک باشه. یک باشه. آره صفر باشه که کلا میره، باید یک باشه. پس کادو منهای سه باید یک باشه که این سیه با این سیه یکسان بشه دیگه. پس میگم کادو منهای سه مساویه با یک باید باشه. خب از اینجا کادو در میاد، منفی 3 بره اینور، 1 با 3 میشه 4 دیگه. کادو در میاد 4، کای میشه مثبت منفی 2. کدومش رو قبول کنم؟ مثبت، چون اعداد طبیعی باشن. بله باید اعداد طبیعی باشه. مثبتش رو قبول میکنم. پس کا میشه مثبت 2. ادامه سوال چی گفته؟ گفته تابع جی به صورت زیر یک تابع همانی باشد مقدار FM رو از من میخوادش. بله
تابع که همانیه یعنی دو طرف همه با هم مساویه. دو طرفا رو یکسان بگیرم. آره. خب بله. ببین شروع خب میکنم دو طرف رو یکسان میگیرم دیگه، مشغولم در میاد دیگه. اول از اینجا میرم. ببین از اینجا بخوام شروع کنم، نه ایمو دارم نه اینو دارم. از اینجا بخوام شروع کنم بازم اف ان یعنی همون سیه رو ندارم، اینه رو ندارم. پس بهتر از همون اول شروع کنم. من کارو دارم، از طریق کار میرم اینو حساب میکنم، از اینجا شروع میکنم. قبل از درسته؟ شروع که حل کنیم من یه سوال بپرسم. گفته بفهم. که A تابع ثابته، درسته؟ بله A من پس جواب ما تابع ثابت میده، درسته؟ از اینجا درسته. ما هر عددی رو بهش بدیم اگر همانی بود میگفتیم هر چیزی n بشه جواب ما میشه همون. اما تو آره تابع ثابت مشخص نیست چه عددی به ما میده. یه عدد ثابت قرار اف رو حساب کنیم دیگه. ببین اینجا آخرین مرحله این هستش، اف ان رو اینجا حساب میکنیم. اف ان هرچی شد اف ام هم همون میشه، یعنی اینجا آها. آخرین مرحله ما هستش که انجام میدیم. بله. خب اینجا خب که بخوایم بگیم کا مساوی با 2 قرار بدیم یعنی میشه معادل درجه 2 سمت راست مساوی با 2، یعنی n به توان 2 منهای 3 n به اضافه 4 مساوی با 2 قرارش میدیم. بله این سمت میشه n به توان 2 منهای 3 n به منهای 2. خب دو احساسیشو بیاد این ور 4 منهای 2 میشه مثبت 2 دیگه، درسته؟ بله درسته. خب حالا ریشه هاشی میشه پیش میشه منفی 2. حالا عددی که بخواد به این دوتا بخوره فکر کنم میشه میتونیم با جمع و ضرب ریشه هم بریم. ببین 2 با 1 میشه 3 منهای 3 میشه 0 دیگه. یکی از ریشه‌های یکی از ریشه‌ها 2، یا همون 2 یکی میشه 2 تا 2 با 1 هم 3 میشه دیگه. پس اینم یه بار 2 میگیرم، اینو یه بار 1 میگیرم، درسته؟ بله درسته. خب حالا ببین 2 تا مقدار به من داد که دوتاش هم طبیعیه. من با هر کدومش میرم امو حساب میکنم ببینم کدومش ام طبیعی به من میده. قرار یکیش حذف بشه، 100% یکیش حذف میشه. ببینم کدومه که به من ام طبیعی میده، ام غیر طبیعی نمیده. حالا یه بار با این ادامه بدم، یه بارم با این ادامه بدم، ببینم کدوم به من ام طبیعی میده. خب پس میرم زوج مرتب بعدی، میرم سراغ این تا امو حساب کنم. این زوج مرتب بعدی انگاری فقط نقشش این هستش که به من میگه کدوم n قابل قبوله، ولی ما هیچی از m نمیخوایم. اف m هم انگاری فرمالیته است، چون اف هر چیزی اف ثابته دیگه، اصلا داخل به قول ورودیش اصلا مهم نیست. پس از این طریق ما از زوج مرتب دوم میریم پیدا میکنیم ببینیم کدوم n قابل قبوله. خب پس یعنی m2 منهای 4 m به اضافه 4 رو یه بار با n2 بریم، یعنی بشه 2n. خب n رو اگه 2 بذارم 2 دوتا میشه 4 تا. الان اینو بخوام حل کنم 4 با 4 میره. m2 منهای 4m میشه 0. دوباره از یه mش فاکتور میگیرم میشه m منهای 4 مساوی با 0. یه m 0 میده، یه m 4 میده بهم که 0 غیر قابل قبوله ولی 4 قابل قبوله دیگه. 4 قابل قبوله. میتونم بگم این 2 به من ام طبیعی داد، میتونم بگم این 2 قابل قبول هستش. خب ولی حالا اینجا ما میریم این 1 رو هم حساب میکنیم ببینیم طبیعی نمیشه. این 1 رو هم حساب میکنیم، یعنی میشه m2 منهای 4 m به اضافه 4 مساوی با به جای n1 بذارم 2 یکی میشه 2 تا. حالا این بیاد اینور میشه m2 منهای 4m. 4 منهای 2 میشه مثبت 2 مساوی با 0. اینو بخوایم حل کنیم چجوری حل میکنیم؟ اسش مساوی با 4 پیش مساوی با 2. داریم همچین چیزی؟ فکر نکنم. نداریم پس مجبوریم. آره نداریم مجبوریم بریم دلتا. بریم دلتا ببینیم دلتا چجوری. نداریم. نه دیگه. نه کدوم؟ نمیشه. هم ضربش جمع میشه، درسته. معکوس اگر باشه میشه، درست. آره خب دلتا هم که بریم خب قطعا جواب اشتباهی آره چی دیگه. میگن ببین این 4 تا ترتیب میشه ما 16 تا منهای 4 برابر اولی در سومی. یعنی اینو من نباید میذاشتم. منهای 4 برابر اولی در
سومی چی میشه؟ میشه 16 منهای 8 که مساوی با 8. دلتای 8 دلتای نیست که بیاد بیرون دیگه. دلتای 8 رادیکال 8 میشه دیگه، انگاری یکی از ریشه‌مو حساب کنم m مساوی میشه با منفی b که میشه 4 مثبت منفی رادیکال 8 به روی 2a که این معلومه هیچ وقت عدد طبیعی نمیشه. پس n2 رو قبول میکنم. n2 رو قبول میکنم که به من m4 رو داد. خب پس n هم شد 2. وقتی n هم شد 2 برم زوج مرتب بعدی تا دیگه کار رو نهایی کنم. پس میگم f n هم مساوی میشه با n2 دیگه. 2 منهای 4 میشه منفی 2. f n میشه منفی 2. گفتیم f مهمه دیگه، داخل پرانتزش مهم نیست. f n f m f هر چیزی برابر با منفی 2. از منم همینو خواسته بود دیگه. پس جوابش میشه گزینه 3. درسته؟ بله درست. اینو حل کردیم این سوالو؟ نه فکر کنم تست 139 بودش که حل کردیم. اینو یک حل مسیر خیلی کردیم. طولانی هم داشت. آها خب بریم نه سراغ این. 138 انجام نداد. اینو حل کنیم. میگه اگه این یه تابع ثابت باشه، تابع ثابته یعنی چی؟ همینجا بفهمیم تابع ثابته یعنی چی؟ یعنی جوابش هر یکیه دیگه، یعنی F هر چی یعنی باشه همه جوابش یک. دوما یکسانن. همه دوما با هم دیگه بله یکسانن. همشون هم چندن؟ همشون هم برابر با 2 هستن. درسته؟ این 2 معلومه دیگه. همشون برابر با 2 هستن. یعنی هم 3 ام منهای 1 هم 3 ام منهای 1 هم 2 هستش، هم کا 2 منهای کا برابر با کا 2 منهای کا برابر با 2 هستش. دیگه چی؟ همین دوتا. همین دوتا مساوی با 2 هستش. بعد گفته حاصل ضرب اعضای دامنه F رو به دست بیارید که کدوم هستش دیگه. خب حاصل ضرب اعضای دامنه F یعنی چیا رو باید برم حساب کنم؟ یعنی من باید چیا رو داشته باشم؟ یعنی یه امو باید داشته باشم که چی هستش؟ اعضای دامنه اینان دیگه. یه امو باید داشته باشم، این که منفی 1 معلومه. یه دونم کا 2 منهای کا رو داشته باشم که چی هستش. ببین کا 2 منهای کا که میشه 2. درسته؟ پس اصلا نیازی نیست من برم اینجا کا 2 رو باز کنم کا رو به دست بیارم. میتونید بریدا. ولی خب حاصل ضرب اعضای دامنه کا 2 منهای کا خودشو میخواد دیگه. خب همینجا همینو قرار میدم 2. خب پس موند چی؟ موند امه که من برم حسابش کنم. میرم امو حساب میکنم. امو حساب کنم ببینم چند میشه. 3 ام منهای 1 شده 2. 3 ام مساوی با 2 به اضافه منفی 1 بیاد اینور 2 با 1 میشه 3. از اینجا ام میشه 1. ام هم در اومد 1. پس اینم شد 1. پس یه 1 دارم، یه منفی 1 دارم، یه 2 دارم. حاصل ضرب اعضای دامنه 1 ضرب در منفی 1 ضرب در 2 در میاد منفی 2. ببخشید درسته؟ کار به توان 2 منهای کار رو چجوری گفتیم 2؟ خب ببین به من گفته تابع یه تابع ثابته. تابع ثابته یعنی چی؟ یعنی همه دوما با همدیگه یکسانن. یعنی ببخشید یعنی ما کار به توان 2 منهای کار رو از طریق 2 رو مساوی با اون قرار دادیم جواب دست آوردیم. یه لحظه نگاه کنین ببین مؤلفه های دوم کدوم هم. اینو پاک کنم یه بار دیگه مؤلفه های دوم رو مشخص کنم. ببین مؤلفه های دوم هم دقیقاً کادو منهای کار رو داره. میتونست کار رو براتون سخت‌تر کنه، یعنی عیناً کادو منهای کار رو نیاره. میبینی کادو منهای کار یه بار مؤلفه دومه یه بار مؤلفه اوله، به خاطر همین کار شما راحت شده. ببینید ما میگیم تابع ثابته، پس همه دوم ها با هم یکسانن. پس 3 ام منهای 1 با کا 2 منهای کا با 2 با هم یکسانن. همشون برابر با چندن؟ برابر با 2 هستن. خب همه با 2. 2. آره. حالا چه خواسته؟ گفته حاصل ضرب اعضای دامنه F. حاصل ضرب اعضای دامنه یعنی مؤلفه های اولشون رو به دست بیارم دیگه. خب یه دونه اما باید داشته باشم. دامنه این که منفی 1 مؤلفه اول، خب این که معلومه. یه دونم کادو منهای کار رو باید داشته باشم. خب من میگم
کادو منهای کار رو همینجا داریم دیگه، همینجا داریم 2 هستش، پس دیگه چه نیازی هست برم کادو منهای کا معادلی درجه 2 حل کنم، کار رو به دست بیارم، دوباره قرار اینجا جاگذاری کنم کادو منهای کار رو به دست بیارم دیگه. همینجا میگم کادو منهای کا برابر با 2، همینجا میگم کادو منهای کا برابر با 2 هستش. پس کافیه من فقط برم ام رو حساب کنم ببینم ام چی میشه. میگم 3 ام منهای 1 برابر با 2 هستش، از اینجا ام میشه 1. حاصل ضرب اعضای دامنه کدومه؟ اعضای دامنه 1 و -1 و 2.